زمان سر آمد. آنچه که باید بدتر میگفتیم باید حاضر گوییم، آنچه که بدتر باید نمایش میدادیم باید حاضر نمایش دهیم. در وقت فضای معاصر آیا ما این را میدانیم که مهندسان نظام نو عالم توسط نظارت ذهن بشریت را اداره میکنند؟ البته طبیعی است که این را اندیشه نمیکنیم و هم اندیشه کردن نمیتوانیم که هوش و ذهن ما را توسط واسطه‌های پخش اطلاعات اداره میکنند. صنعت کینوی امریکایی و غربی تبلیغ کننده ارزش‌های ستانیستی و شیطانی محسوب میشوند که آن را در فیلم‌های مختلف غیر اخلاقیشان دیده میتوانیم. سبک فیلم و اسلوب فیلم غربی و سبک شو بیزنس به کشورهای مختلف انتقال می شود. از همه مهمتر این شو بیزنس است که برای همگان شناس است و هواداران بیشتر دارد. آنها چون تبلیغگر رمزها و اشاره‌های شیطانی می باشند پشتیبانی سیاست‌های مخفی را صاحب هستند. آنها هواداران سرشمار داشته برای نسل جوان ایدئال محسوب می شوند و اصولهای آنها را آدمان در حیات هر روزه تکرار می نمایند، ولی ماهیت تو اصل چنین رمزها و اشاره ها را نمی فهمند و آنها به منقول تبدیل یافتند. واسطه های اخباری عامه تبلیغ عقل و هوش آدمیان را تسخیر کرده آن را به یک جاندار به اسم و بدل می نمایند که دیگر آن به جز سخن و دیگر به چیز اعتماد کردن نمی تواند. تلویزیون از همه واسطه سربلندترین بیشترین تاثیر اطلاعاتی را رسانیده جامعه را به کدام نمی باشد راهنمایی میکند. در چنین شرایط فرهنگ ملی زیر سوال میماند که ملی گفته یعنی چی رو در نظر داریم. به همگان معلوم است که ما از جهان غرب، فیلم غربی، شو بیزنس غربی، اقتصاد غربی و سیاست غرب وابسته ایم. وابستگی از جهان غرب شرایط فراهم می آورد که در فضای وطنی هم ارزش‌های ستانیستی را در فرهنگ و خاصتا در شو بیزنس جای دهیم. البته از نگاه ایشان این یک پدیده معاصر بوده هیچ مشکلی ندارد، ولی همین پدیده مدرن ستانیستی شیطانی محسوب می شود. امنیت اطلاعاتی وطنی زمان تامین می شود که اصل چنین فرهنگ‌های ابلیسی را درست شناخت نماییم و نسبت آن موقع مستقیم می داشته باشیم، وگرنه در سالهای نزدیک فرهنگ ملی به کام فرهنگ ستانیستی غربی فرو می رود. زمان در همه ساحه حیاتی و مخصوصا در فیلم و شو بیزنس طرح ملی وجود ندارد، حتما جانب مدل ستانیستی میل می کند. فیلم ستانیستی و شو بیزنس شیطانی جامعه را در روحیه بی اخلاقی، بی حیایی آماده می کند. برای ساختن جامعه آینده سالم از حاضر باید تصمیم گرفت، وگرنه فردا دیر می شود. مشکلات اجتماعی جامعه محض از همین است. از این رو این یک امر تعینات و رسالت برای عقلی سالم است. پیرامید ستانیستی مسانی را شو بیزنس توسط کلیپ های مختلف نمایش داده به استاندارد غربی جوابگو می شوند. تاثیرگذاری همه جانبه اطلاعاتی سبب شده است که همه با آن مطابق گردد. رمزها و ارزش‌های مسانی ستانیستی توسط محصولات مختلف، مولت فیلم، رالیکا فیلم ها، لباس ها رکلام کرده می شود. هدف اساسی این است که در زیر شعور ازدحام چنین رمزها را جایگیر نمایند. از آن خاطر که وابستگی از محیط خارجی وجود دارد، این ارزش‌ها را خواه ناخواه به فضای وطنی وارد می نماییم. الترناتیو در نسبت آن چون وجود ندارد، مردم با آن به تدریج مطابق می گردند. ولی این را درک نمی نمایند که هدف اصلی چنین تبلیغات رسانه‌ای در چیست. ضرورت به ابراز کردن دارد که مقصد اساسی چون یک تبلیغاتی سرتاسری این شیطان پرست نمودن اهالی تمامی عالم و از جمله مردمی ماست. بجز از این یگان هدف دیگر ندارند. تا آمدن انتیخریست یا خود همان دجال آنها برنامه دارند که مردمی عالم را در فسق و فساد، به اخلاقی، به حیایی تربیه کرده پدیده های غیر اخلاقی، همجنسگرایی، فحشگرایی را مقامی قانونی بخشند. زامبی کنانی اهالی توسط واسطه های اطلاعاتی مساعدت میکند که دیگر مردم در مسئله حرام و حلال به تفاوت باشند و از اصل خویش بیگانه گردند.
آیا با شما عهد نکردم که ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمنی آشکار است؟